احتمال زیاد هیچکدومتون منو نمیشناسید. البته میگه که من یه چنل خیلی بزرگ دارم، بعد بشناسید. حدود چند ماه پیش بود که من و چند نفر دیگه تصمیم گرفتیم که یک سری ماینکرافت مثل هزاران ویدیوی دیگه که داخل یوتیوب هستش شروع کنیم. اما بعد یه تفاوتی داشته باشی که دیده بشی، این چیزی که هممون میدونیم. برای همین یه ایده‌ای به ذهنم رسید، چرا که چند تا ماد و چند تا سناریو رو با هم دیگه ترکیب نکنیم و یه ایده جدید رو خلق نکنیم. راستش رو بخواید نمیدونم آیا این ایده واقعا و 100% جدیده یا نه، ولی تا حد خیلی زیادی تو یوتیوب ایران نمیتونید پیداش کنید. چیزی که تو یوتیوب فارسی مثالش خیلی کمه و اگه باشه در حد 2-3 تاست که اونم من مطمئن نیستم و اصلا مهم نیست. صرفا یه سری اومدیم با هم دیگه شروع کنیم. سری ما متشکل از یک سری ماده هاییه که تو یوتیوب خارجی خیلی طرفدار میشه گفت داره، که اولیش رو احتمالاً بشناسید و فکر کنم یکی دو تا از یوتیوبرهای ایرانی ویدیو در موردش ساختن. اولیش چیزی نیست جز کرییت ماد، یک ماد که مکانیک و مکانیزم گیم رو به حد زیادی عوض میکنه، ولی در حدی که نمیشه گفتش چیت یا حالا خیلی غیر ماینکرافتی. جدا از این کلی ماد دیگه داریم که این گوشه صفحه الان براتون میاد و شما احتمالاً دارید میبینیدش. ولی خب همه این مادا در کنار هم دیگه یک سری خاص رو تشکیل دادن که یک فرق خیلی مهم با بیشتر گیم پلی های ماینکرافت داره و اونم چیزی نیست جز سناریو. چیزی که ما توی سری ماینکرافتمون داریم یک سناریو هستش. بله، ما یک سناریو داریم که سناریو زامبی اکاپلیپس هستش و توی این سری ما بر فرض مثال با یک هواپیما داشتیم سفر میکردیم به یک مقصد، حالا هر جایی که دوست دارید تصور کنید، و این هواپیما بعدش به طبق دلایل خاصی سقوط میکنه و کرش میکنه و بعد از این ما متوجه یه سری تغییرات خاصی میشیم. میبینیم اون جایی که سقوط کرده هواپیما مثل جاهایی نیست که قبلا بودیم، خیلی همه چی فرق میکنه. یک سری شرایطی داره این دنیایی که توش ما سقوط کردیم و مهمتر از همه این دنیا توسط زامبی ها محاصره شده و از بین رفته و اون عده‌ای که از هواپیما تونستن جون سالم به در ببرن میشه گفت قهرمانای این دنیایی هستن که توش سقوط کردن و باید این دنیا رو نجات بدن. مادهایی که ما توی این سری داریم میشه گفت مادهایی که به پرفورمنس گیممون کمک میکنه و یک بار دیگه این گوشه صفحه داریمش، مادهایی مثل وایس چت، سیمپل وایس چت، واکی تاکی که مثل رادیو عمل میکنه و یه سری ماده اسلحه داریم و مادهایی که ایمپروو میکنن حمله کردن زامبی ها رو. لیست کامل مادها رو ما تو دیسکریپشن این ویدیو قرار بذاریم و امیدوارم که از این سری که حدوداً یکی میشه گفت 3-4 روز دیگه آپلود میشه لذت کامل رو ببرید.